وفات بانو نغمه هنرمند مشهور افغان در امریکا. آیا بانو نغمه به واقع در امریکا وفات کرده است؟ دلیل دوری خانم نغمه از هنر موسیقی چیست؟ نغمه چرا از همسر دومش هم جدا شد؟ افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی نغمه از زبان منگل. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، بی‌بدیل و ناماشنا در هنر موسیقی افغانستان، یکی از اسطوره‌های ماندگار، شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. خانم نغمه از سن نوجوانی به سرودن آهنگ آغاز کرد. وی پشتو زبان می باشد از ولایت زیبای کندهار. نغمه عاشقانه به برنامه‌های هنری و رسانه‌ایش می پرداخت. در آن زمان شهرت و محبوبیت خوب کسب کرد. نغمه در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد و ثمره ازدواجش اکنون 5 فرزند می باشد. اما بعد از آن که نغمه شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کرد و به کشور امریکا سفر کرد، از منگل همسر اولش جدا شد و باری دیگر ازدواج کرد. دیر نگذشت نغمه از همسر دومش هم جدا شد، ولی از همسر دومش فرزندی ندارد. چند می شود تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که بانو نغمه گویا در امریکا وفات کرده است. اما تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه‌ای واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی نغمه دیره می شود کاملا از پرده رسانه‌ها و هنر موسیقیش به دور است. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌ها از این بانوی هنرمند کشور خود خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.